خانم کسی داری داخل زندگیت عشق ماشین باشه یا موتور سیستم باز اینا باشه؟ یه پسرمون دارم واقعی، یعنی ماشین کف خواب شیشه ها دودی، اصلا دنبال همین داستانات جلب توجه بازی. اوکی میشه شوخی کنیم؟ آره اتفاقا خب خودم اذیتش کنم اونم فازش چیه. خب ببین یه زنگ بزن بگو آقا فاز چیه سیستم بس کردی ماشین کپ خواب که ببین جوابش چیه. هر حرفی که تو دلت رو بهش بگو. اوکی. بچه‌ها تا میخواد زنگ بزنه واسهتون صفحه شهر موبایل آوردم. هر چه ایفون 14 16 پرو مکس اس مردم میبینی نمیره 100 میلیون بدن. فقط با 7 میلیون از شهر موبایل میگیرن که واسش هم نمیزنه. خرید حضوری آنلاین هم داره، پرداختش هم در منزل. برو کپشه. سلام داشی چطوری؟ سلام چطوری خوبی؟ چرا خوبی؟ واقعا مال چی تو؟ چرا شده مگه؟ برداشتی پراید مدل 57 رو انداختی کف خیابون، شیشه رو دودی کردی، سیستم بازی. مثلا فکر کنی این کارا رو کنی دخترا میافتن دنبالت به چماره بدن. ببین من یه دونه قالپاقم که هیچ، یه دونه پیچ ضبط باندم که هیچ، یه دونه باندم خب نمیدم به کل هیکل دخترا. شما چه میفهمید عشق چی آخه؟ فکر می‌کنید فقط عشق دختره؟ عشق به ماشین آخه. من اصلا هیچ جوری با دختر حال نمی‌کنم. عشق اولا من فقط هیچ ماشین. چرا باید ماشین مدل 57 رو بندازی کف خیابون؟ یه مصاحبه بود آقا. عشق ماشین آقا نامرد یا نفسی ماشین باز